چطور یک چشم واقعی بکشیم؟ برای کشیدن این چشم اول یک خط کج بکشین و بعد اطراف اون رو یک بیضی بادومی شکل بکشین و با توجه به مدل سعی کنید که فرم اولیه‌اش رو در بیارید. برای کشیدن عنبیه با توجه به اون چیزی که در مدل میبینیم اول جاش رو مشخص میکنیم و بعد اون رو کامل میکنیم. برای کشیدن خط چشم یک فرم مثلثی شکل که به بالا انعطاف داره میکشیم. نوبت کشیدن پلکه. برای اینکه پلک رو خوب در بیارید از مقیاس و اندازه چشم استفاده کنید. یعنی در همون جهت و همون اندازه که چشم در تصویر وجود داره پلک هم وجود داره. برای کشیدن ادامه خط چشم از فرم مثلث ساده شده استفاده می‌کنیم و این شد طرح اولیه ما. و بعد از اینکه طرح اولیه‌مون رو کشیدیم ابتدا خط و خطوط اضافی رو با استفاده از پاک‌کن اتودی پاک می‌کنیم و بعد با استفاده از پاک‌کن خمیری این طرح رو کمرنگ می‌کنیم. علت اینکه طرح رو با پاک‌کن خمیری کمرنگ می‌کنیم این هست که وقتی گرافیت مداد روی کاغذ باقی مونده باشه کنته به راحتی نمیتونه روی کاغذ بشینه. با استفاده از مداد کنته H مردمک رو پر می‌کنیم و اطراف عنبیه رو با استفاده از همین کنته میزنیم. طبق مدل دور تا دور عنبیه رو با یک سری خطوط کوچیک کار میکنیم و علت این که از کنته هارد استفاده میشه این هست که کنته هارد سخت‌تره و بافتش بیشتر روی کاغذ میمونه و موقع محو کردن کامل از بین نمیره. با استفاده از قلمو داخل مردمک رو محو میکنیم. و لثه چشم رو با استفاده از همون قلمو با یک مقدار خیلی کمی دوده کار میکنیم و سعی کنید که خیلی اون رو پررنگ نزنید چون در سیاه قلم وقتی که اطراف کار بیش از حد تیره بشه کار طبیعی بودنش رو از دست میده و حالت مصنوعی پیدا میکنه. میریم سراغ کشیدن خط چشم. از کنته H استفاده میکنم و بعد با قلموی زبر ریز اون رو محو میکنم و بهش حالت میدم. اگه تو هم مثل من داری این تمرین رو انجام میدی میتونی از طریق کانال تلگراممون که لینکش توی توضیحات ویدیو و بایو چنل هست عکس کارتو از طریق لینک ناشناسی که توی این چنل قرار داره برام بفرستی تا من ایراداتتو بگیرم و با هم درستش رو توی ویدیوی بعدی بررسی کنیم.
دوده رو در داخل چشم و اطراف چشم محو میکنیم و سعی میکنیم که یک بافتی رو برای پشت پلک بسازیم. خط پلک پایین رو با استفاده از دوده میزنیم و خوب محو میکنیم. برای خط بالای چشم باز هم از کنته H استفاده میکنیم و این خط رو میکشیم. و با قلموی زبر و ریز اون رو شروع میکنیم محو میکنیم. شکل مثلثی خط گوشه چشم رو هم با کنته H پر میکنیم و بهش با قلمو حالت میدیم و سعی میکنیم ادامه خطش رو به بالای چشم بکشیم. حالا وقتشه با استفاده از پاک‌کن اتودی جاهایی که نور دارن رو بذاریم. من موژه ها رو با کنته H میکشم. نکته مهم برای کشیدن موژه این هست که وقتی به بالای کشیدن موژه میرسید دستتون رو آزاد و رها نگه دارید تا موژه حالت طبیعی و نچرال خودش رو حفظ کنه و سمت و سوی خودش رو پیدا کنه. این هم از نتیجه نهایی کار. اگه این آموزش برات مفید بود لایکش کن و کانال ما رو سابسکرایب کن تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندی. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.